زمان داره توی جهانت سریع می‌گذره. حالا به دقت کردی که چقدر داره برات همزمانی‌های مختلف به وجود میاد. مثلا به دوستت فکر می‌کنی خیلی سریع باهات تماس میگیره، مثلا داری اعداد جفت رو می‌بینی، مثلا تا ویژن تصویری رو میزنی تو موقعیتش قرار میگیری. اصلا شوکه نشو، چون تو وارد عصر جدید شدی و تو عصر جدید تمام قوانین انرژیایی تغییر کرده. انسان از عصر هود وارد عصر آکواریوس شده بعد از 2500 سال. یکی از اصلی ترین تأثیراتی که این عصر روی انرژی انسان گذاشته، موضوعیه که انسان تبدیل به خلق کننده زندگی خودش شده. و یکی دیگه از موضوعاتی که عصر جدید برای ما به همراه داشته که شاه کلید این کلید برای شما میتونه باشه، اینه که دیگه قانون جذبی وجود نداره توی عصر آکواریوس. اصلا قانون جذب دیگه وجود حقیقی توی عصر آکواریوس نداره، بلکه قانون خلق جایگزین قانون جذب تو زندگی انسان، تو سیاره زمین، تو عصر طلایی جهان هستی شده. امیدوارم عالی باشید و روزگارتون مملو از حس ناب الهی.